مرحمت با اشتیای تام. سلام دوستان، خوش آمدید به کانال ما. من حاضر در اینجا میخوام که یک تم آتاله تیار کنم. آتاله آشی بریده. حاضر ما آب داختیم، آب گرم شد، نخته داختیم. بعد ما حاضر علفاش میندازیم. حاضر من در اینجا علف ها رو میندازم. اما سال گذشته که علف قاق کرده بودم، اما علف قاقش میندازم. بجده علف چیم گرفتگیم نه سویشم و زیوشم میده کرده و قریب تیار شدنده وشم میندازم. اینجا هم قبول علف ها خوشوان که علف های میتونن شنک جمیله که با یک چند عمود علف ها هم که برای اتاله هم خاطره را به مزه میکنن که از این هم مایی را میمونیم جوشیده هم بگیرم میرم زبالمون هم میگیرم. زبالمون فقط من زباله را فقط با آب و نمک میگیرم. زباله آتاله را برای چکدن شد خمیر چکدن شد نشون میتونم. نه خمیری ما تیار شد. ما را میمونیم کم ترک میسته. را میمونیم کم تر میسته. بعد میگیریم تنکش میکنیم. ما جر زبالمون بریدیم دستش کدستیم. با اپرات هم میبریم. اپرات چی بریقتی نه که با فکرم که آتاله چی را به دست ببره با مزه تر میشوه. اسمانه کدیدیم نوروز هر یک شما مبارک باشد. نه حاضر علف را میده میکنیم. جا آتاله من جوشیده است. حاضر علف را میده میکنیم. علف را میدازیم. نه علف بهاری نه برآمده شنک که آتاله را بهت به مزه میکنه. با اینجا ما داریم پودینه. اوکروبه برای درین چکه میده میکنیم. درین چکه دا میدازیم. نه زباله ما اینجا تیاره. زباله من اینجا بریدیم تیار موندیم. از یه را بدازیم. بعد زباله را میدازیم رچی کمک میجوشه. بعد زباله را میدازیم. نوازیر مزدل اینجا ریزه کدیم پودینه را قطیشنک و در آتالمون میدازیم. با میمونیم کم ترک میجوشه مزهش برامد. بعد چی را میدازیم؟ زبالای بریدگی مونه قبوش در خونه خشوره که خانه ده همه بی آتاله پهمشده. نما زبالای آتالمون داختیم. حاضر میکشه میره. نما آتالمون کشیدیم. بالاش آرام میکنیم. مرحمت با اشتیای تام. چکره با چی بتازمش چکره بیرکتیم زنی پارتون چکرم. مرحمت که زیره بایم بیرم. سمنک ما هم هست قطیمان در عید نوروز در دسترخوان. سمنک داریم. مرحمت زیربای قطی چکه آتاله قطی همه در اشتیای تام.
با مزه علفای بهاری و طلب حد به مزه آمده. این خیر دوستان